اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف‌هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. آمین. درود عرض ادب خدمت خواهران و برادران ایماندار مسیحی و اون دسته از عزیزانی که به زودی زود قلب‌هاشون رو به عیسی مسیح تقدیم می‌کنن. یکی دیگه از برنامه‌های بشارت عیسی مسیح را آغاز می‌کنیم با عنوان باغ جسیمانی. عیسی هنوز سخن می‌گفت که یهودا، یکی از آن 12 تن، همراه با گروه بزرگی مسلح به چماق و شمشیر از سوی سران کاهنان و مشایخ قوم از راه رسیدند. تسلیم کننده او به همراهان خود علامتی داده و گفت آن کسی را که ببوسم همان است، او را بگیرید. پس بیدرنگ به عیسی نزدیک شد و گفت سلام استاد. او را بوسید. عیسی به وی گفت ای رفیق، کار خود را انجام بده. آنگاه آن افراد پیش آمده بر سر عیسی ریختند و او را گرفتار کردند. در این هنگام یکی از همراهان عیسی دست به شمشیر برده آن را برکشید و ضربه‌ای به خدمتکار کاهن اعظم زد و گوشش را برید. اما عیسی به او فرمود شمشیر خود را در نیام کن، زیرا هر که شمشیر کشد به شمشیر نیز کشته شود. انجیل متی باب 26 آیه 47 تا 52. اما پتروس دورادور از پی عیسی رفت تا به حیاط خانه کاهن اعظم رسید. پس داخل شد و با نگهبانان بنشست تا سرانجام کار را ببیند. سران کاهنان و تمامی اهل شورا در پی یافتن شهادت دروغ علیه عیسی بودند تا او را بکشند، اما هرچند شاهدان دروغی بسیار پیش آمدند، چنین چیزی سرانجام 2 نفر پیش آمده گفتند این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را ویران سازم و ظرف 3 روز آن را از نو بسازم. آنگاه کاهن اعظم برخاست و خطاب به عیسی گفت چرا هیچ پاسخ نمیگویی؟ اینان کیستند که علیه تو شهادت میدهند؟ اما عیسی همچنان خاموش ماند. کاهن اعظم به او گفت به خداوند زنده سوگند میدهم که به ما بگویی آیا مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد تو خود چنین میگویی و به شما میگویم که از این پس پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. آنگاه کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت کفر گفت، دیگر چه نیاز به شهادت است؟ حال که کفر او را شنیدید حکم شما چیست؟ در پاسخ گفتند سزایش مرگ است. انجیل متی فصل 26 آیه 57 تا 66. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز حکم فرماست. نان کفاف امروز ما را به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما قرضداران خود را میبخشیم. ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهانی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین آمین آمین. در پناه عیسی مسیح باشید. خدا نگهدار شما.